قصه من و پسرم قسمت 7 محاکمه نسل جدید توسط نسل گذشته. من که نتونستی محاکمه کنم. گفتی که اول من محاکمت بکنم، بعد یاد بگیری چجوری محاکمه میکنم، بعد محاکمه کنم. بنابراین محاکمه شما همیشه باز، شما همیشه میتونی پدر و مادرتو محاکمه کنی و خدا رو شکر ما همیشه حاضریم که جوابگو باشیم از هر کاری که میکنیم. ولی شما، نه شما یه نوعی، نسل شما که به صورت طبیعی هم شاید یه طوری باشه، همیشه براتون مرغ همسایه قازه. اون چیزی که خودتون دارین قدرش ندارین، دنبال یه چیزی هستین که ندارین، که اینم یه مقداریش مربوط به خصوصیات انسانه که زیاده خواهه، تنوع طلبه، ولی حاضر هم نیستین که اینو به قول معروف تا میایم وارد جامعه بشین درست و راستیش کنین، به قول معروف تعدیلش بکنین. بیشترین فشار میذارین رو پدر و مادر و بیشترین امتیاز میدین به غریبه ها. مثلا باباتون ماشین فورد داره، دوست دخترتون که ماشین فولکس داره، ماشین فولکس میچربه به چی؟ به چرا فولکس نداره؟ درسته؟ من حرف زدم. تو نگفتی چرا نرفتی فولکس خریدی؟ قبل اینکه اون فولکس بخرم اون فولکس خرید چون من میگفتم فولکس بود. یعنی اون ماشین رو بعد خریدم؟ یعنی شما توصیه به اون کردی فولکس بخرن، رفتم ماشین دوم خریدم. پس اشتباه من ببخشید. من فکر کردم اینقدر فولکس. حالا چی شد تو این همه ماشین فولکس رو انتخاب کردی؟ یعنی توی هیچ دور و بر ما کسی نبود که فولکس باشه. چی شد که یهو فولکس خوشم میاد. از شکل بعد بایستی بزنی روی شکل ماشین ما که مثلا شما چرا اینو خرید. یکی دیگه از مسائلی که شما نسل شما داره که البته عمومیت هم داره، اینکه تجربه پدر و مادرتون بی ارزشه ولی تجربه دیگران با ارزش. اگه بابا یا نمیدونم مامانه فلان نفر یه کاری کرده، حتی میدونی هم اشتباهه، اون خیلی خوبه، اما کارهای پدر و مادرت بی ارزشه. نسل شما میزنه میگه، نسل شما رو چیز میکنه. حالا شما نزدید، شما پسر خوبی بوده. آیا این درسته با؟ که تو پدر و مادرت همیشه با دیگران مقایسه بکنی، شرایط پدر و مادرت در نظر نگیری، شرایط اونها هم در نظر، چون به هر حال میگن آقا یک کتابی که میخوای بخونی ببین نویسنده‌اش تو چه زمانی زندگی میکرده. ممکنه مثلا 100 سال پیش این کتابی که نوشته الان خیلی پیش پا افتاده باشه برای تو، ولی برای 100 سال پیش خیلی با ارزش بوده. ولی آدمایی هستن حالا خودش وقتانه شما نیست که این کارو بی ارزش میدونن، در صورتی که این پیشرفتی که الان شده مدیون اونه. و این چیزیه که مثلا شما فکر میکنی که خودتون همه این علم و دانشی که الان دستتونه، این اینترنت و این چیزا همشو خودتون به دست آوردید، به این خاطر به گذشته و قدیمیات چیز نمیکنید، توجه نمیکنید، میذارید تو سرشون، میگیم شما قرون وسطاییه، ولی خب تفکرات این قرون وسطایی رسیده به اینجایی که اصلا مدرن شد. بوده یا نبوده؟ خب میگن یعنی شما این کاری که میکنی منصفانه است که بیای مثلا تمام تجربه و تلاشی که رسیده به اینجا رو محکوم کنی و اینو بگی من خودم آوردم، در صورتی که هیچ قدمی براش بر نداشتی. خب وقتی که بی ارزش میکنی، خب کار پدر و مادرت هم بی ارزش میکنی. زحمتی که کشتن تو رو آوردن تا اینجا، تو مثلا همش میگی آقا پول. خب این چیزی که الان مثلا یه پدر و مادر زحمت کشتن تو رو آوردن اینجا، اینا نگاه نمیکنی که الان توی ایران هزار نفر هستن کلی پول میدن حاضرن بدن تو بیان موقعیت تو رو بگیرن. این موقعیتی که تو پر از پوله رو نگاه نمیکنی، بعد میگی من پول میخوام. نه خیلی موقعیت خوبی هم امروز خوب شد یا چی شده؟ همیشه دور دیگه. یکی اینکه گناه کاراتا همیشه میدونی کردن، یعنی شما نه و نسل شما گناه کارایی که بهش میکنین و تصمیماتی که میگیرین و عواقبی که میاد سرتونه نمیگیرین قبول میکنین. در مورد نسل و مذهب من حرف بزنم. خب قرار شد که تو مگه نگفتی این ویدیو رو جوری تعریف کنی که پدر و مادری که میخوان چیز بکنن؟ خیلی جنرالی حرف میزنی اصلا
خب تو بیا حرفای چیزی بکن یا چی بهش میگن به روزش بکن. گناه کارایی که میکنین در عواقبش رو نمیخوایم بپذیریم. نمیخوای بپذیریم. مثلا این کاری کردی. مثلا شما توی دوران دبیرستان که توی مدرسه بودی هیچ توجهی به پیرامونت نداشتی، به دوستات نکردی، دوتا نمیدونم درس داد میتونستی بری با هم دیگه چیز بکنی، نکردی، بعد میای گناهش میدید سر پدر مادر که شما نگذاشتی موضوع پیدا کنی. گفتن تو ضعیف بودین شما بدتر جلوگیری کردین جایی که کمک کنیم و گفتم ضعیف بودی، من نگفتم شما قوی بودی، گفتم تو زمین بر بودی ولی خودتون اقدام نکردی میندازی گردن ما. نه نمیداد، میگم باید کمک میکردی. تو دانشگاه که میتونستی نرفتی. تو دانشگاه کردم چرا؟ شما ببخشید آب این که آدم احساساتی میشه گلوش میگیره دیگه. ما هم توی اینجا تا الان محاکمه نکردیم کسی هم اینه که بلد نیستیم محاکمه میکنیم. مرسی. شما مثلا صحبت میکنی میگه آقا چرا به ما نگفتیم؟ عواقب که میرسه مثلا یه چیزی اشتباه میشه میگه چرا به ما نگفتیم؟ ولی وقتی که میگی ناراحت میشی، میگی مگه ما بچه کوچولو که اینا رو میگی؟ یعنی این پدر و مادر ببینم پریروز که من گفتم تو گفتی من پولمو گذاشتم تو بانک روزی $1 نمیدونم سودشه، گفتم که آخه نباید دل خوش کنی به $1 ناراحت نشدی که شما منو نمیشناسین؟ من کی گفتم $1 عصبانی نشدی؟ عصبانی شدم من که $1 مثلا $1 نیم مثلا آیدیا یعنی چه آیدیاشه؟ آیدیای اینوستمنتی که خیلی خوب، ولی من که دارم میگم آقا دل خوش به این $1 که داری پس انداز میکنی نباش. نیستم. خب پس چرا باید ناراحت بشی؟ برای اینکه اولشه. خیلی خوب، اگر که فردا روی این $1 موندی، یعنی خودت نیرو تو صرف کردی به اینجا رسیدی که از اینجا پیشرفت نکردی، نرفتی بالاتر، نمیای بگی چرا که میدونستی چرا نگفتی؟ چرا نگفتی بابا $1 چیزی نیست؟ الان دوست من میگه پدر مادرم من نگفتم که پول مهمه. اگر به من گفته بودم من مثلا دنبال درس نرفته بودم دنبال پول. خب این الان میگه حالا اگر پدر و مادرش اومده بودن گفته بودن آقا برو دنبال پول و این مدرک نگرفته بود، میمد چی میگو؟ میگو آقا پدر و مادر به من نگفتن. مدرک مساویه با پول. خب مدرکش گرفته ولی پول نداده دیگه، اون مدرکش به کارش نیومده. خیلی ها مدرک میگیرن خیلی خوب ولی قبول نمیکنه، پدر و مادر رو مقصر میکنه. اشتباه میکنه. یعنی شما بزرگ شدی و درجا زدی و به قول معروف به مشکل برخوردی میگی من خودم کردم، پدر و مادرم مقصر نبودن. ببینید چرا چه مقصری میکنه. خیلی خوب ببینیم چرا مقصر. پس مقصر بی خودی نکن. پس اینجا با خودی و بی خودی وقتی پدر و مادر نیستن چجوری میشه تشخیص بقیه بدی؟ میتونم بگم ما الان داریم ویدیو کار میکنیم که بقیه بتونه بگن که درست. ولی من به دوستم نمیتونم بگم که بابا تو تقصیر خودت بوده چون دوست اون به هم میخوره. خب تو مثلا میگی که آقا دوست نداری، خب ما همینجوری دوستامون رو کلی شاید دست دادیم، حالا بازم این تعداد دوستی که داریم اینا رو به هم بزنیم به خاطر اینکه بیای حقیقت بگی. ما الان داریم به کسایی میگیم که دوستمون نیستن و نمیتونن بهمون خیلی روکشو بگن. روکشو بگن؟ بازم اونا هم نمیتونن روکشو بگن چون که اونا هم رابطشون به هم میخوره دیگه. نه خیلی ها هستن زیاد رابطه چیزی نیستن ولی به هر حال صداقت گفتن و چیز داشتن یکی از چیزاییه که من فکر میکنم نسل جدید یه مقداری خودمون بوده، البته نه اینکه همه باشه توش مسئله داری. یه مورد دیگه که وجود داره و به قول معروف زیادم هست اینه که جوون و نسل شما ارزش وقت رو نمیدونی. نسلی مسلی نکنیم برای ما مثل این که پولیتیشن ها حرف چیز بزنی. نسل وقتی که یه نفر میخواد ببینه میگه نه نسل جدید نسل قدیمی نکنیم. شخصیش میخوایم نکنیم. چرا شخصیش بکنیم؟ خیلی خوب شخصیش بکنم. شما الان یه نیروی جوونی داری، خیلی خوب یه نیروی جوونی داری، یه فرصتی داری که خب برای اینا برای کسایی که نمیدونن میگم یه دوره بینابین بین چیکار میکنم که دارم وقتمو تلف میکنم؟
داری وقتی طلب میکنی زیربنای آینده نمیدونی به کجا میخوای برسی. میدونم دارم یه ذره پول در میارم که بتونم برم ترایات، تیم خوب میکنم، پول بگیرم، کاری که دوست دارم. خیلی خوب، حالا میرسی به جایی که هدر نمیکنم، پارتی نمیرم، کلاب نمیرم، مووی نمیرم، وقتمو تلف نمیکنم، دارم من هدفمه. نه که حرف. خب حالا رسیدیم به اینکه این هدف الان 24 سالته، درسته؟ خیلی خوب، تو زمینه فوتبال، یه فوتبال حرفه‌ای که بازی کنی تا چند سال میتونه کار کنی؟ 30 تا 30 سال. یعنی 6 سال تو میخوای سرمایه گذاری کنی تمام انرژی این دوره فوق العاده حساس تو برای 6 سال. یه آدم عاقل میاد این کارو بکنه که بعد از 6 سال دیگه تموم بشه بره؟ یا یه کار مداوم انجام میده به یه جایی برسه که مداوم باشه؟ چی آخرش که چی که خونه بگیری، بچت پولدار بشه، بچت چیز بشه. خب خودت تو به من انتقاد میکنی چرا پول نداری؟ شما به بابای من انتقاد میکنی که چرا پول داشتن به شما ندادن؟ شما از زندگیتون لذت بردی؟ نه. آره. چرا لذت نبردی؟ خیلی لذت بردی. اینکه بچه‌های سالمی تربیت کنیم لذت بخش نیست؟ کاری که دوست داشتیم نکردیم ولی نتونستیم. پس یا کار دوست نشده، تلاشمون کردیم نتونستیم. من باید یا کاری که دوست دارم بکنم یا پول در بیارم. شما این کدومش نکردین، نه پول در آوردین نه کاری که دوست دارین کرد. اگه میرفتین دنبال فوتوگرافی حداقل لذت حال زندگی رو می‌کردین برای خب کردم، من تمام عمرم همه عکس و فیلم درست کردم، لذتشو بردم. اوکی اگه شما ولی پول ازش در نیاوردم. اگه لذت من میگم اگر چیزی رو که دوست داری به پول تبدیلش کردی اون ارزشی میفته. شما اشتباه میکنید. ببینم فکرتون اشتباهه. کسی آدم که کسی کاری دوست داره اگه بتونه ازش پول در بیاره. بله اگر بشه، مثلا من عکاسی رو دوست دارم. خب اگر میتونستم تو رشته عکاسی هم درآمد داشته باشم خوب بود. خوش نداشتیم بریم دنبالش. فرصت نشده، نتونستیم. من الان فرصت نشده، درست میتونم بگم فرصت نشده، میرم این کار دیگه. دارم خوشش میگم. یعنی شما میگی که اون چیزی که دوست می‌داری حتما باید بری ازش پول در بیاری، بعد ارزش اون چیز نمیفته که برای چی؟ نظر شما چی؟ شما نظر بدین در مورد اینکه به هر حال این محاکمه چندان دقیقی نشد، ولی به هر حال دیگه آغازی است برای محاکمه‌ای که نسل گذشته و نسل جدید رو بکنن، نسل جدید هم نسل گذشته رو اینا هی به هم برخورد کنه، انشالله یه چیزی توش در بیاد. از تا بعد خدا نگهدار.